زنداری خالی خانه که زن میگیره مبارک شود اما جون خودت گپ بزن خودم خدیدم که چشمت پری آقا چیزی گفتنی دوستا چه گفته بودم که در سال نو میبیم در خونه تا تخت تخت میکنم میگم یا صاحب خانه شدین یا صاحب ماشین رفتین چقدر باد و هوا خنک سلام علیکم سلام علیکم شما اشتراکچی هم اقدام ما بوده نه چی برد کرده خود میدانی غالب شد مشتری آریون بانک در نایه مومین‌آباد خودت پل بریدگی چند پل بریدگی میدانی نه راستی کاری خانگیاتون کی هست هست خیلی با فراد چون که خانگی کی اومدی 3-4 روز پیش خبر فهمیده از فدراسیون روسیه و تاجیکستان اومده تقریبا گپ زن چند که فکر کن نه نخوام 1000 2000 باشه با آخر دوشنبه به پیشتر غالب شد در فدراسیون روسیه چیکار میکردی سروکا کار میکردی خیلی انشالله در این اقدام یک خیلی شد که سروکا کار کنی بس میکنی و پیش از زندگی نو میشی عمک جان بیاین مبارک شوه یا عمک چی شده همین پشت شکستگی نه خیلی همجا بسین شده من شما میشستم بیاین اینجا شما پدری غالب شو شما مادرش دیرکتوری فیلالی آریون بانک در نایه مومین‌آباد هر کسی که نوا را تماشا کرده بود ما یک چی گفته بودیم سالی نو درتون تخت تخت میکنیم و خوش خبر میگیم که شما چی برد کردین شما هم خبر دارین چی برد کرده فرزند شما خاله جان تقریبا نگون یا میگو خیلی 100,000 سومونه 1 میلیون سومونه چند که نمیدونم میگه ما راستی گپ یک خوش خبری خوب کتی اومدیم و رحمت به شرکت آریون بانک هم خیلی اقدامات پیشگیری کرده و چندین نفر صاحب توفای کلان شدگان ایرا بلند که میخونی اینا پدر و مادر دوستان بلند خون بسم الله گفتم بلند تبریکات شما را از نام مسئولیتی مأموریتی جسک آریون بانک تبریک می‌نماییم شما غالب آزمون دولتی چهارم اقدام بزرگ در جسک آریون بانک گردیدید توفای منزلی استقامتی در شهر دوشنبه الحمدلله مبارک شود خاله جان مبارک شما صاحب خانه در شهر دوشنبه شدین فکری خودتان خانه را چیکار کردن میتونین که شما میتونید خانه را که روین جا زندگی کنین یا که میتونید فروشنشه این دست خودتان ده خودت به فکر انتقال پول بسیار میکردی از فدراسیون روسیه و برادرم ما همه کسا عمک جان خودت گپ بزن خودم خدیدم که چشمت پری آقا چیزی گفتنی درست خفیدی خیلی نفهمیدم که چه اخی اما گفت که خانه را میفروشه در خانه 4 اویله زندگی میکنه یک چه خبر با اونجا زندگی کنه و یک استودنت دیگهش برای دو جا بیوه خرسند هستی باوری داشتی که هم خیلی اقدام داشت صاحب خانه میشه نه شوی صاحب راستی گپ خانه نصیبتون کنه عمک جان در همین خانه خرسندیتون بینم هر یک اشک فقط برای خرسندی باشه و امکان باشه یک دو برای مردم تاجیک و برای شرکت خیلی پروردگار همه کارکنای همین شرکت آریون بانک برکت چون تا که چنین دستگیری کردن و با همه صاف امیدی نداشتیم که ما خیلی خانه بگیریم در دوشنبه با همین راستی پروردگار همشه به مراد و مقصد هاشون برسونه امین الله اکبر زنداری خالی خیلی که زن میگیره در دوشنبه میره زندگی میکنه و نه خاله جان میرین در مرکز شهر زندگی میکنین من گفتم که هر چیزی که شما خودتون خواهید فوراتون خانه را میفروشین خانه را زندگی میکنین دست خودتون هست دوام شکر خودش کاربری میکنه دوستا من گفتم من چه خیلی گفته بودم همه شما دا پیش از سال نو بود من گفتم که اشتراک کنین و برد کنین در این اقدام ما 10 ماشین بود و 5 خانه استقامتی در شهر دوشنبه
бисёро гуфтан акай дурӯғай, хай дурӯғ боша рост боша намарамад ҳар чизе ки шумо диден дар шоҳидии мардум диден ва ҳар як иқдомое ки Орёнбанк мекуна иншоалло бо аз пеш дорем иқдом иштирок кунем ва бурд намоем. як боргоҳ Ғолибшоҳ муборак шава, насибат куна иштирокчии ҳамаи иқдом будан ва аз ин иқдом интихоли пул карда будан аз Федератсияи Русия ва ина дар насибшон буд аз шаҳри Душанбе, аз маркази шаҳри Душанбе соҳиби хона истиқоматӣ шуда. ҳазор рамадан ма шумода видеои мо пайгирӣ кунен ва ай хабарҳои хуш бохабар бошед. боқӣ дамои алло бошед.